سلام دوستان عزیز، خوش اومدید. آقا قبلی که ویدیو داشتم دوباره برگشتیم. متین دیگه هستم. قبل از اینکه بریم سراغ بازیمون، گیم پلیمون، الان لایکو بزن، کامنت یادت نره، صابم بزن. دوستان بریم بپریم فرم. آقا بچه‌ها، آقا خوش اومدید به این ویدیو. یعنی واسه اولین فرممون این ویدیو رو تا آخر میذارم، حتی اگه بخورم من مثلا شاید چند نفری بزن سرم بخورم، بعد احتمال خوردنم هست. توی این کامیونیتی قوی تر از منم هستش، واقعا هم ادعایی ندارم. این بهش لوت بزنیم، من همیشه اینجا میپرم. حالا اگر یه وقت صابامون رفت بالا، خدا کنه در آینده یه دونه روم اگر بخوام بزنم در کاری با مثلا من همیشه اینجا میپرم. آقا اگه میخوای آبرو منو بپری اینجا داداش. بسم الله. ببینیم چند مرده الداجی. آقا شاید مثلا من چارلیو اینو برمیدارم. آقا واقعا من چارلیو دوست دارم، یکی از اسکینای خیلی گاد بازیه، واقعا با اینکه اسکین ساده است اباحت دوره در حد عالی، گادفادر مجموعه است. شماره 4 هم ریختن سرش، ولی خوب داره میزنه. اوه داشت چشمت کردم، معذرت. بیام بیوایشو بردارم. اوه قضیه رو ناموسی دارم میکنم بچه ها. مایک اونم ببندیم برا بچه. اگه اینو بزنم حداقل این ریوایو بشه. ای دشه گلم، آروم باش بینم. البته این EFK بودن به خدا. اینم بعدیشون. دشه گلم داشتی یارو منو اذیت میکردی. بیا پایین. خب آقا این هم خیلی نوب بود واقعا. جان آخه لانچر مشتی. چرا اینا کلن انقدر نوبن؟ من فقط تایندر بگم اینا رو زد. دارم میرن لابی کردم. داداش نمیر. آخ یه چند تا شات با دیر میخواستیم بزنیم این داداشمون جلومونو. رفتن لابی بچه ها فکر کنم تا مولیس بزنیم. خوب بود. الان واقعا انمیه. آره انمی بود فکر کنم. رفتن لابی. من 2 تا کیل گرفتم. چرا؟ عجیبه. سریع کلام نتاری که او بزن بریم کم دور. واقعا بچه ها آرپیدی خیلی گادی ها. اینم از الان نگاه کنید، اینم از گانمه. واقعا داره سخت میشه ها. من دوستان اکانتمو دادم دستی بند خدا اینقدر وای کشیده. تو بیا پایین. به خدا ایمم، به خدا چقدر آدمت خوش شانس باشه. نخواستم بشینم. خب فکر نمی‌کنم آرپیدی اینقدر بد عمل کرد داشته باشه. آرپیدی هم بد شد. چشمش کردیم یه دنیا معذرت. خب سریع‌تر میومدی پیش من داداش. این چوپره اینجا چی میگه؟ داشته گلم گراش بده بینم. اینو بخور ببینیم کاری انجام میده. خب انمی هم آوردم برام.
سگو هستن نمیزنم. بله بابا. بنازم. چقدر خوشگل زدم بنازم. تو حرف نزن. تو اومدی من صدات نکردم. اشکال نداره. ایوه. این نوب سگ دو عالم آخه داره از کجا یاروی منو دیلی کنه؟ کجایی پسره؟ تو آخه اینو بخور مشتی. جان اوه هیچی دارم ضبط میکنم. داداش بذار باز باشین اینجا خیلی گرمه. چه وان شات هایی رفتم روشون بنازم و دوستان چقدر سخت شده. سامان هیونتر انقدر با من افتاده بخونید سامانه آخرش هم میگم تاییشو نمیگیرن. حرکت همش رو ماشین شد فقط هیچ باشه. آها شماره 4 پیگیریان جانم. خب ببینیم کسی دیگه هم هستی. دوستان این بنده خدا رفته بود دراب تو بازی هم. بله کسرا چقدر کلن اینجاست. اصلا بچه شاید باورتون نشه مثلا مسخره بکنه دادم ولی اون اولین وان شاتی بود که من این سیزن با بیوای داشتم. اولین وان شاتم یه چیز به اون عظمتش یعنی برای من اینطوری وان شات نمی‌کرد که الان بیوای برام کرده. خب چرا الان بر نمیداری آخه؟ چرا آخه این اکتیویژن انقدر با اکتیویژن بازیه؟ دست دیگه بده بابا. خب واقعا بچه‌ها خیلی بده که بعضی کلاس فشار میارن. مثلا یارو الان لانچر کاشته بود
سلطان مارم ببر. خب بابا مارم ببر درا. یه داشته گلوم. دوتاگاناش هم کشید دمش گرم. فکر کنم HDRش از یکی دیگه برداشت، از همون آروی کس رو. برو گدک داداش. چیزمون هم کشیدیم. یه هایی جیب شد. جیب نه یا جیب. بابا این چرا همش دیل میشه بابا؟ اوه یا حضرت دیل وانشات ها. داداش کجایی آخه؟ چرا میری اونجا؟ چرا آخه الان اونجا باید تانک برداری؟ داداش بالا بیا. واقعا هیچ کس واقعا جواب راست شدن نداره. اینو نمیدونم. بابا راش بدید ناموسن. من الان واقعا برام خیلی عجیب است. خب خودتو لو دادی دیگه. بابا مردی که من سکته مغزی و جبری همه چی و یهویی با هم زدم. داداش آرام باش. انمی داریم اما خب خبری هم از این بدبختان همچنان نیست. یکی بیاد یه شات تبریز بزنیم. نید بقول جان. حاجی من چرا ویدیو میگیرم انقدر خوشگل‌تر پلی میده؟ داستان چی انقدر وانتب کرد؟ نه خداییش چرا انقدر خوب وانتب کرد؟ اینجاست که آدم میگه نگو وای برگم وای پشمام. آخه یکی بنازم. بابا در سطح من نیستی هرچی باشی. آره عمو جان. کجایی پسر خوب؟ واقعا اما خوب منو دمت کرد ولی بازم آخرش مگه نرفتیم پشته؟ آخه بابا چرا آخه این آشغال چرتا رو میچینید ناموسن؟ یعنی با این که با این SMG گنده لاتین